اما اون سه جمله‌ای که باید برای صاحب تعزیه بگید، پس سه تا جمله باید خود اون مصیبت دیده بگه. چی شد؟ انا لله و انا الیه راجعون، اللهم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منها. به فارسی هم بگید. سه تا جمله باید کسی که برای تعزیه میره به مصیبت دیده بگه. اعظم الله اجرکم، خدا اجر شما را بزرگ قرار بده، به شرطی که صبر کنید. و احسن عزاءکم، هم دعاست و هم تذکره. و عزاداری شما را حسن، زیبا، نیکو، به گفته خودمون جون قرار داد. چه دعای زیباییه. و احسن عزاءکم، تعزیه شما تعزیه خوبی باشه. و غفر لمیتکم، دلشون هم به دست میاره، خدا میت شما را غریق رحمت و مغفرت کند. ما هم این سه جمله رو به این بازماندگان عزیزمون تقدیم میکنیم. اعظم الله اجرکم و احسن عزاءکم و غفر لمیتکم. بگید آمین. جمله وسطی الان مشکل ساز شده. احسن عزاءکم، همینطوری که در شادیمون فرهنگمون برباد رفته، اصالتمون از دست رفته، فرهنگ بی تقوایی و بی عفتی تو عروسی ها حاکم شده، تو عزاداری ها هم فرهنگ بی سنتی حاکم شده. همش مندرآوردی و سلیقه شخصی است. یکی میاد میگه مادرت یا پدرت مثل کوله خشک، ما تو سرو میشنویم، مثل کوله خشک زی خاک شو زد. نه ختمی، نه خیراتی، نه پلوی، نه چیزی به مردم شده. مثل کوله خشک شو زد زی خاک، دست خوش تکون برگشته. هر کسی پدرش مادرش دوست داره، زورش میاد که اینطوری بهش بگن اگر شده بره 5 میلیون تومان قرض بگیره پلو به مردم بده، که کسی نگه مادرشو مثل کوله خوش زیر خاک زد. دیگه حرف خدا و رسول خدا براش مهم نیست که آیا این عزاداری طبق سنت خدا و رسول خداست یا نه. عزیزی در محله ما فوت کرده بود. سنته که همسایه ها غذا ببرن، این 3 روز خانواده میت دست به سفید و سیاه نزنه، اصلا آتش روشن نکنن، بنشینن. صبحانه، نهار، شام همسایه ها، حتی اگر صاحب میت و مصیبت میلیونر باشه، بحث میلیونری نیست، بحث همدردی است که این 3 روز اینها داغ دارن، عزادارن، ناراحتن، مشکل دارن. ما باید بریم اونجا چه سفره بندازیم، غذا براشون تهیه بکنیم، سفره بکشیم جلوشون، ظرفای نشسته هم بر بگردونیم خونه بشوریم. حالا مهمانی از راه دور قوم و خویشاش آمدن اشکال نداره، ولی کل شهر اونجا جمع بشن که پلو خوری است، خیلی اشکال داره. خب ما گفتیم که یک روزش هم ما سهم ما بدید بیاریم. وقتی که بردیم اونجا روز جمعه بود، تحویل دادیم، برگشتیم، یکی از بچه هایی که حالا اونجا بود دیگه تا دیگ آوردن داخل، یه زنی بلند شد سر دیگ باز کرد، اون طرف سر اون دیگ باز کرد، اون طرف نگاه کرد، این غذاست که آورده، دسر که نداره، نوشابه و ماست و اینا، سبزی که نداره، فلان که نداره. سبحان الله، چطوری دندانش تیز کرده، زن همسایه آمده نشسته، چطوری از دلت در میاد که بگی نوشابهش کجاست؟ برای تو نیاوردن، برای این داغ دیده ها آوردن.
پس سبزیش کجاست؟ پس لیموش کجاست؟ شیعه و سنی الان تو باطلاق گیر کردن، تو 3 تا اسراف عروسی، اسراف عزاداری، اسراف حج. پول حج 2 میلیونه، سوغاتیش 10 میلیونه. طرف آب زمزم جلوش گذاشتی با خرمای مدینه، بازم امید داره وقتی در اتاق باز میشه یه پلاستیکی، درسته یا نه؟ آب زمزم بهش دادید، خرمای مدینه، ماء زمزم لما شرب له، آب زمزم به هر نیتی که بنوشی، به نیت پاکی، طهارت، به نیت شفا. آب زمزم خورده، خرمای عجوای مدینه هم خورده، الان نشسته تا در اتاق باز شد پلاستیکی چیزی نیامد. طرف 2 تا گاو خریده بود، چند تا کوچ، میگفت هنوزم تمام نمیشه. دیگه کوچ میارن، گاو گوساله من دیدم تو فرودگاه بندر عباس، باور بکنید. آمدن استقبال حاجی، همونجا خون میکنن. اینم بدونید اگر گوسفندی یا گوسالی یا بوزی جلو پای کسی خون بشه، اگر بسم الله الله اکبرم گفته بشه، خوردن این گوشت حرامه، چون خون و ذبح رو پای کسی، ذبح برای اللهه. اینا فرهنگ دینی ماست. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. جلو پای عروس خون میکنن، روی پای حاجی خون میکنن، هر کدوم یه دوربین، چه ماشین عروس داره میره چه حاجی، همجور بو بو بو. یکی تو پنجره ماشین نشسته، شیشه پایین کشید اینطوری دوربین رو دسته، یکی از اون طرف، یکی تو بالا نشسته، یکی سرش آورده از شیشه بالا. چیه؟ حاجی رفته که اونجا التماس بکنه خدایا از تقصیراتم در بگذر. این همه سر صدا مال چیه؟ بعدم حاجی برگشته این کباب و این بساط و هنوز دست و پاش بوی مکه داره میاد، بلافاصله 20 تا قلیون تو خونش چاق کردن که مهمونایی که دارن میان پذیرایی بکنه. باور بکنی هر حجی و هر عمره‌ای حداقلش هر نفری 2 میلیون 3 میلیون سوغاتی میخرن. طرف واجب الحج واجب العمره است، چون پول سوغاتی نداره حالا توش مونده، به خاطر اسراف کمرش و گردنش داره سنگینی میکنه، چون برش واجبه، پول عمره داره 700-800 تومن داره، ولی چون که چه پول سوغاتی نداره، یک واجبی که بر گردنش واجب شده حالا توش مونده، نمیره. سخن مردم. اسراف عروسی که تا دلت بخواد، اسراف عزاداری که دیگه وحشتناکه. الان شیعه و سنی توش موندن. شاید عروسی تو 20 سال تکه تکه جمع بکنید، خیلی فشار بد نیاد برای پسرت، پارچه طلایی، چیزی، کلیری، یخچالی، ولی مرگ یک دفعه میاد. یک دفعه 5 میلیون از کجا میاری؟ یک دفعه 7 میلیون از کجا میذاری؟ 3 روز و هفته و 40 روز و 4 ماه و سال. و آقای قرائتی تو تلویزیون، من خودم تلویزیون باز کردم صحبت میکرد. آقای قرائتی شیعه است یا سنیه؟ آخونده یا فرد عادیه؟ از روحانیون بزرگ شیعه است. میگه یک نفر فوت کرده بود، خودم شنیدم با این گوش خودم، میگه رفتم تعزیه، فرهنگی بود، گفتم که مرگ حق است و این شطوری است که در خانه همه میخوابه و زانو میزنه، شما چرا اینطوری گرفته هستید؟ شاد باشید، دیگه انا لله، بپذیرید شما که فرهنگی هستید، ماشاءالله معلم هستید، و مردم عادی چی؟ گفت جناب آقای قرائتی، من میدونم که این مرگ شطوری است که در خانه همه میخوابه، ولی من میبینی که سرم گرفتم به خاطر یه حقوق بگیر ما 200,000 تومن،
الان باید برم 5-6 میلیون قرض بکنم به خاطر پلو خوردن این و اون. بعد آقای قرائتی میگفت حرام 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 به هم دیگه رحم بکنید، نکنید این کار. میگم شیعه و سنی توش موندن. این چیزها مختص شیعه نیست، مختص سنی هم نیست. من خودم شنیدم تو محله خودم ما بخون مثل کولی خشک از خاک رفت. مشتی وهابی پیدا بودن. وهابی چیه؟ آقای قرائتی وهابیه؟ وهابی شو انسان که عقل و شعور داره که دیگه 50 تکه پارچه میارن در خونت میزنن، هر پارچه 10,000 تومان نمیشه با نوشتش. بعضی موقع هم این پارچه ها تا 2 روز 3 روز 1 هفته هست. دیگه چیکار میکنن؟ این همه پارچه نمیشه با این پارچه ها لباس دوخت. یا ماشین پاک میکنن، یا شیشه های تو خونه پاک میکنن، آشپزخانه پاک میکنن. پارچه حالا نوشته هم داره رحلت جانگداز پدر فلانی شما فلان فلان. یا این پارچه باید تو آشغالدونی بریزیم یا باید چیزی پاک بکنیم. چرا عاقل همین 3 تا جمله برو پیشش رو در روبش بگو اعظم الله اجرکم و احسن عزاءکم و غفر لمیتکم. دیگه اگر که جوان فوت بکنه، بعضی جاها دیدم که وقتی غسلش میدن حنا پاش میدن، حنا دستش میدن که این هنو داماد نشده. بعد کفنش که گرفتن بیرون که میبرن نقل و پول و خورده و شکلات رو چه کاری آخه؟ کدوم پیغمبری کدوم قرآنی گفته اگر جوان داماد نشده حنا دست پاش بدید تو جنازش، بذارید تو روانی و نقل بریزید روش و کیکنگ بزنید؟ هر کسی یه چیزی آورده، دیوار کوتاه‌تر از دیوار دین، هر کسی یه خدایی شده و یه چیزی داره میچسبونه به دین خدا. ما انزل الله بها من سلطان. ما باید پاک بکنیم زندگیمون. خداوند این عزیزمونو غریق رحمت بکنه و قبرش باغی از باغهای بهشت بشه و مردگان ما و شما همه غریق رحمت بشن و قبرشون باغی از باغهای بهشت بشه و در فردوس اعلی خداوند اونجا در جوار انبیا و صدیقین و شهدا و صالحین قرارشون بده و به ما زندگانم رحم بکنه که زندگی آبرومندانه و روسفیدی خودمون و خانواده و فرزندانمون و مرگ روسفیدی و خاتمه به خیری نصیب بفرمایند. بگید آمین.